نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. دوستان عزیز، در این برنامه در مورد حمله اخیر اسرائیل به کشور قطر مختصر صحبت می‌کنیم و حاصل موضوع برنامه ما وظیفه مسلمانان در قبال دشمنان و در قبال متجاوزین چیست. البته این برنامه مفتوح است و هر کس میتونه در مورد هر موضوعی که دوست داره در این برنامه صحبت بکنه. من مختصر حرفایی دارم در مورد اتفاقی که اخیراً افتاد و همچنین از تقریباً 2 سال به این طرف جنگی که جریان دارد در غزه بر علیه ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و امتداد این جنگ برمیگرده تقریباً به حدود 1 قرن از برنامه ریزی و تجاوز و اشغال سرزمین‌های اسلامی بعد از سقوط خلافت اسلامی. درس‌هایی که در حادثه اخیر، اینکه اسرائیل حمله کرد و در قطر و یک گروهی از رهبران حماس که در آنجا برای هیئت مذاکره کننده فلسطینی به این عنوان در آنجا حضور داشتن، یک سری مسائل رو برای ما روشن میکنه. اول اینکه اینها به هیچ عهد و پیمان و منشور و اخلاق و تعامل و آشتی و صلح و به این مسائل اصلا پابند نیستن و این رو شاید برای بار هزارم و 100,000 و میلیونم برای مسلمان ها تجربه شده باشه در طول تاریخ. الله سبحانه و تعالی اینها رو در قرآن کریم وصف میکنه که اینها به هیچ عهد و پیمانی استوار نیستن. و همیشه در پیمان شکنی سرآمد بودن. الله متعال در سوره رعد میفرماید که والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. و در سوره رعد دوباره میگه الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یکی از عادات و صفات اینها همیشه پیمان شکنی بوده و همیشه الله سبحانه و تعالی به این صفت اینها رو برای ما معرفی کرده. بعضیا
میگن که خب چرا در قرآن این همه از بنی اسرائیل این ذکر شده؟ بنی اسرائیل قومی بودن که شاید صدها پیامبر از بین اینها مبعوث شدن و نعمتهای فراوانی به اینها داده شده، اما یکی از صفات و ویژگی اینایی بوده که قبل از اینکه اینها به خفت و خواری و ذلت گرفتار بشن همیشه پیمان شکنی و این صفت تا هنوزم وجود داره. مشکل در اینجاست که در بین مسلمانان، در بین کشورهای اسلامی هنوز هم کسانی هستند که به اینها اعتماد میکنن و هنوز هم مسلمانانی هستند که فریب اینها رو میخورن. سخن جالبی است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که کفر یک ملت واحدی است. الله برای ما بیان میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه و اما همیشه مسلمانان و کشورهای اسلامی گرفتار این غفلت و اشتباه میشن که به دشمنانشان، به یهود و نصارا اعتماد میکنن. شما ببینید که چندین هواپیمای جنگنده بلند میشه از اسرائیل، از آسمان چندین کشور عبور میکنه، بعد از آسمان عراق که عملاً نظامی که در اونجا حاکم است همدست و همپیمان جمهوری اسلامی است به اصطلاح ایران، بعد میاد به آسمان قطر و هیئت مذاکره کننده فلسطینی رو با موشک بهشون حمله میکنه در محل سکونتشون. خب لطف الله سبحانه و تعالی بود که نجات پیدا میکنن و 5 نفر از جمله مقربین اونها و 1 نفر از نیروی امنیتی به شهادت میرسن، در حالی که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در قطر وجود داره، پایگاه الحدید، و پیشرفته ترین سیستم های پداپند هوایی هم در کشورهای خلیج و خاصتا در قطر وجود داره. این سیستم ها رو کی مهیا کرده؟ آمریکا. و سالانه میلیاردها دلار کشورهای اسلامی خاصتا کشورهای خلیج از آمریکا اسلحه میخرن برای دفاع از امنیت خودشون، برای دفاع از قدرت خودشون، حاکمیت خودشون. و این سلاح‌ها رو از کجا تهیه میکنن؟ از آمریکا که همکار و پشتیبان اسرائیل است. این حکایت به این میمانه که یک شخصی خانه‌ای داشته باشه و مال و دارایی گرانبهایی داشته باشه و یکی از دزدها رو بیاره بگه که تو بیا به عنوان سیکورتی یا به عنوان نگهبان این خانه خدمت بکن. خب شما تصور بکنید وقتی دزدها بخوان بیان این خانه رو دزدی بکنن یا اجناسش رو به سرقت ببرن، آیا این نگهبان با دزدا همکاری میکنه یا با صاحب خانه؟ یک مسئله واضح و آشکاری است. و دیدیم که نه این سیستم های اینها فعال شد، نه هیچ گونه دفاعی صورت گرفت. اونا اومدن کارشون رو کردن، اسرائیلیا، و رفتن. و این قضیه در خیلی از کشورهای دیگه تکرار شده. آیا وقت اون نرسیده که امت اسلامی بیدار بشن؟ آیا وقت اون نرسیده که کشورهای اسلامی بیدار بشن که این دزدانی رو که شما به اونها اعتماد میکنید و پول و اموالتون رو به اونها میدید که بیان از شما دفاع بکنن، اونا خودشون شریک دزدان دیگری هستن که اونا دشمن شما هستن؟ الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همیشه به ما امر کردن که مسلمانان باید قوی باشن، باید آمادگی و استعداد کامل داشته باشن برای دفاع از خودشون، نه اینکه به دشمن اعتماد بکنن.
الله متعال در سوره انفال آیه 60 می‌فرماید که وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، برای آنها یعنی برای دشمنانتان آماده بکنید، اعداد بکنید، تهیه بکنید آنچه که میتوانید از قوت. قوت رو مفسرین قوت ایمانی، قوت نظامی، قوت مالی، قوت افراد به معانی مختلفی ترجمه کردن، تفسیر کردن، اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که الا ان القوة الرمی، قوت حقیقی چی است؟ که تیراندازی باشه. یعنی تیراندازی به معنی این نیست که حالا شما برید سلاح از دشمن بگیرید با اون تیراندازی بکنید. شما باید سلاحتون رو خودتون آماده بکنید، به دشمن اعتماد نکنید. الان جنگ های دیجیتالی است. این همه موشک ها و هواپیماهایی که دشمن به شما میفروشه کلید اصلی دست اونهاست. الان در مورد هواپیمای F-35 من یک مقاله رو مطالعه می کردم. آمریکا به هر کشوری که این هواپیما رو بفروشه برای روشن کردنش نیاز به یک رمز داره، پاسورد یا یک کد. هر باری که شما بخواید این هواپیما رو روشن بکنید باید این کد رو از وزارت دفاع آمریکا که حالا اخیراً اسمش رو عوض کردن به وزارت جنگ طلب میکنید. اونها اگر خواستن و برای شما فرستادن شما میتوانید از این هواپیما استفاده بکنید، و الا این هواپیمایی که میلیون ها دلار خریده میشه یک آهن پاره‌ای هست که هیچ ارزشی نداره. کدشو نداشته باشید، پاسوردشو نداشته باشید، رمزشو نداشته باشید، به دردتون نمیخوره، مثل یک بازیچه میمونه. و اون کد رو به هیچ کس نمیدن. شما هواپیما رو میخرید، پولشو میدید، مالکش شما هستید، پرچم خودتون هم روش نصب میکنید، اما نمیتونید ازش استفاده کنید تا آمریکا بهتون اجازه نده. تنها کشوری که میتونه از هواپیماهای F-35 آمریکایی بدون کد و بدون رمز و بدون پاسورد استفاده بکنه اسرائیل. سیستمی که در اونجا گذاشتن تنها در این سیستم کدش فقط در اسرائیل کار نمیکنه. در بقیه همه کشورهایی که F-35 بهشون داده آمریکا باید با اجازه وزارت دفاع آمریکا از این هواپیما استفاده بکنن. یعنی یک عقل، منطق این رو قبول میکنه که انسان چنین کاری رو بکنه؟ میلیون ها دلار پول ملتت رو بده F-35 بخر، آخرش به اجازه آمریکا باید استفاده بکنی. مثل این میمونه که دزدی وارد خونه شما بشه، سلاحی رو که شما در خونه دارید بدون اجازه اون دزد نتونید استفاده بکنید. خیلی این عقل است، منطق است. و متاسفانه این بدبختی گرفتار امت اسلامی شده. و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، و با اسپان آماده برای جنگ. امروز میشه به توپ، به تانک، به سلاح‌هایی تعبیر کرد که به جای اسب در بین کشورها در حالت جنگ استفاده میشه، که اینها بترسانن دشمن الله رو، خوف و هراس در دلشون ایجاد بکنن. و عدوکم، و دشمنان شما را. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، و کسان دیگری هستن که به اینها شما اینها رو نمیشناسید، نمیدانید در موردشون. اینا اشاره به منافقین هستن، همیشه در بین مسلمان ها وجود دارن. الله یعلمهم، و الله سبحانه و تعالی اونها رو میشناسه. حتی در آیه دیگری در وصف منافقینی که در جنگ بهانه در می آوردن، الله متعال میگه ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة. اگر اینها واقعا دلشون میخواست که به جنگ برن، به جهاد برن، آمادگی میگرفتن، سلاح مهمات آماده میکردن.
پس کشورهای اسلامی تا وقتی که خودشون سلاحشون رو خودشون آماده نکنن، تا وقتی که از نگاه نظامی خودکفا نباشن، نه به شرق نه به غرب محتاج نباشن، چون الان مثلا تو قضیه ایران دیدیم که با همه حالا جدا از اون درامه‌ای که درست کرده بودن، تئاتری که بازی کردن، اما نه این است که روس‌ها سالها در کنار ایران بودن، همپیمان ایران بودن، یا ایران همپیمان روس‌ها بود در سوریه، در عراق، در همه جا. اما در قضیه وقتی مسئله اسرائیل مطرح شد، در اون جنگ 12 روزه به اصطلاح هیچ اصلا صدایی در نیامد از روسیه. نه در کنار ایران ایستاد، نه کمک کرد، نه حتی یک تهدیدی کرد اسرائیل رو، نه اظهار همبستگی کرد با ایران. این از حقیقتشون. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که کفر ملت واحد است. قضیه دیگر قضیه نفاق و تفرقه و جدایی و اختلافاتی که در بین کشورهای اسلامی وجود داره. هیچ کشوری اسلامی رو شما پیدا نمی کنید که مشکل مرزی کشوری با کشور دیگری نداشته باشد. بین هر دو کشور، حتی بین همین قطری به این کوچیکی و بین عربستان سعودی مشکلات مرزی وجود داره. بین کویت و عربستان، بین کویت و نمیدونم عراق، بین عراق و سوریه، بین سوریه و اردن، بین افغانستان و پاکستان، بین پاکستان و هند، نقاط اختلافی رو در مرزها، این مرزهایی که خودشون ترسیم کردن، میتونستن اینا رو بدون مشکلات ترسیم بکنن. ببینید بین تاجیکستان و بین قزاقستان، بین تاجیکستان و ازبکستان، اونا ترسیم کردن این مرزها رو، عمدن نقاط اختلافی رو هم در این مرزها گذاشتن، چون هر موقعی که خواستن بین دو کشوری جنگ ایجاد بکنن، کافی است که همون منطقه رو یک آشوبی رو در اونجا شعله ور بکنن، تمام دو کشور به جان هم دیگه میفتن. و نمونه‌هاشو دیدیم که در این چند دهه اخیر چقدر کشورهای اسلامی به جان هم افتادن، نیرویشون رو، امکاناتشون رو صرف جنگ بین دو برادر کردن. این اختلاف و این تفرقه سبب میشه که دشمن تک تک هر کدام اینها رو به تنهایی از بین ببره. الله متعال میفرماید که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله صفا کأنهم بنیان مرصوص. الله متعال دوست دارد مؤمنینی رو که مسلمانانی رو که مبارزه میکنن، جهاد میکنن در مقابل دشمن، که مانند یک دیوار چیده شده باشن، به هم دیگه پیوسته باشن. امروز اگر کشوری به عراق حمله بکنه، ایران خوشحال میشه که خوب شد دشمن دیرینه ما از بین رفت. اگر به ایران حمله بکنه، سوریه و 4 تا کشور دیگه خوشحال میشن که خوب شد دشمن دیرینه ما از بین میره. به افغانستان حمله کنه، پاکستان و ایران خوشحال میشه. به تاجیکستان حمله بکنه، قزاقستان و ازبکستان خوشحال میشه. همینطور. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این اختلافات و این تفرقه و این از همگسیختگی بین کشورهای اسلامی و محتاج بودن به سلاح و امکانات کفاری که با هم یکی هستند، سبب بدبختی و مصیبت مسلمان است. و آلت ذلت و بدبختی که امروز بر عالم اسلامی و بر مسلمانان طاری شده، که این ذلت و بدبختی رو خود مسلمان ها به سر خودشون آوردن. الله سبحانه و تعالی در جای قرآن کریم به ما امر میکنه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای مؤمنین، یهود و نصارا رو دوست نگیرید. بعضهم اولیاء بعض، اینها دوستان همدیگرند.
یهود قاتلین پیامبر مسیحی ها هستند. اعتقادشون اینطوری است. حالا اعتقاد ما مسلمان ها چیز دیگری است، اما نصارای امروزی، همه فرقای نصارا اعتقاد دارن که حضرت عیسی علیه السلام رو یهودیا به صلیب کشیدن. این صلیبی که یک آدمی رو که دست و پاش اونجا میخکوب کردن، این عیسی علیه السلام است علیه بالله، که یهود اونو کشتن. ببینید که نصارا رو، پیامبرشون رو یهود کشته، اما در مقابل مسلمان ها یهود و نصارا با هم دوستن. آمریکا و اسرائیل یک نمونش، آلمان و اسرائیل یک نمونش، بریتانیا و اسرائیل، همه کشورهای کفری. حالا در گوشه و کنار مردم میان تظاهراتی میکنن، بر علیه اسرائیل حرفایی میزنن. قدرت دست حکومت هایی است که اونها در کنار اسرائیل هستن. و الله متعال در اینجا صریحا بیان میکنه اینها دوست هم دیگرن. و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کسی که از شما با اونها دوستی میکنه از اونها محسوب میشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله متعال قوم ستمگر رو هدایت نمیکنه. در جای دیگه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر. ای مؤمنین، غیر از خودتان کسی دیگر رو دوست پنهانی نگیرید. اونا دشمن شما هستن. اونها بر علیه شما دسیسه میکنن. اونها میخوان که شما رو نابود بکنن. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم. گاهی اوقات یک حرفایی از دهنشون خارج میشه، مثل حرفایی که از دهن بعضی از سیاستمدارای کشورهای کفری شاید همتون شنیده باشید. این یک جزئی از اون بغض و عداوتی است که اینها در دلهایشان نسبت به شما دارن. قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون. اگر عقل دارید ما برای شما این آیات رو بیان میکنیم، اما شما عبرت نمیگیرید. بعد از اون میاد یک معیاری رو در اینجا برای ما بیان میکنه. میگه که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا از شما راضی نمیشن. هر کاری که بکنید یهود و نصارا از شما راضی نمیشن. پول بدید، جزیه بدید، استقبالای شاهانه بکنید، جلوشون برقصید، هر کاری که بکنید از شما راضی نمیشن. صبح تا شام تعریف و تمجیدشون هم بکنید از شما راضی نمیشن. کی از شما راضی میشن؟ وقتی که دینتون رو ترک کردید، به دین اونا گرویدید، اون موقع از شما راضی میشن. هدف این همه جنگ ها و این همه کشمکش ها و این همه بدبختی هایی رو که در جهان اسلام اینها به وجود میارن، هدفش چی است؟ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اینها هنوز هم دارن با شما می جنگن تا شما رو از دینتون برگردانن، شما رو از دینتون دور بکنن. اگر قدرتشون برسه، توانشون برسه. در آیه دیگری صراحتاً بیان می کند که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای مؤمنین، دشمن خودتان و دشمن الله رو دوست نگیرید. دوست میگیرن؟ همپیمان نگیرید، همپیمان میگیرن. تلقون الیهم بالمودة. شما با اونها محبت میکنید، مودت میکنید، شما دست دوستی به طرف آنها دراز میکنید. و قد کفروا بما جاءکم من الحق. در حالی که اونا کافر شدن به اون حقی که بر شما نازل شده. یعنی چی؟ یا شما مسلمان نیستید که به اونها اعتماد میکنید، دست دوستی به طرف اونها دراز میکنید، یا اینکه نمیدانید، عقل ندارید، شعور ندارید. من در افغانستان مثلا رهبران ما، تنظیم‌های جهادی ما، روشنفکران ما،
منافق و کافر و مسلمان ما اعتماد کردن به آمریکا. 20 سال آمدن هر چه خواستن انجام دادن، یک شبه همشون رو ول کردن و رفتن. و این واقعیت است و این حقیقتی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان میکنه. و تا وقتی که شما ولو به اسم هم مسلمان خودتون رو محسوب بکنید، اونها از شما راضی نمیشن و شما را قبول نخواهند کرد. پس امروز وظیفه حکام مسلمان ها، رهبران جهان اسلام، علما، دعوتگران، امرا و اولیای امور مسلمانان چی است؟ که به این آیه عمل بکنن که سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. برگردن به طرف الله سبحانه و تعالی و به جای اعتماد به دشمن به قوت ملت خودشون و امت اسلامی اعتماد بکنن. و وظیفه عموم مسلمان ها، تک تک ما و شما این است که خودمان و فرزندانمان و زیردستانمان و جامعه و امت اسلامی رو با عقیده صحیح، با منهج صحیح قرآن و سنت آشنا بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعداد اندکی رو در مدت بسیار کم، در 23 سال توانستن طوری تربیت بکنن که هر کدام اونها لیاقت این رو داشت که فاتح همه جهان بشه. برای بعضشون این امکان میسر شد. برای خالد بن ولید، برای ابو عبیده بن جراح، برای نعمان بن بشیر و برای تعداد اندکی از صحابه. اگر فرصت برای همه آنها میسر میشد، امروز اسمی از کفر و شرک و یهود و نصارا در دنیا نمیماند. و همچنین نباید امت اسلامی ناامید بشن از اینکه امروز اونها حاکم هستن، اونها قدرت دارن، اونها اسلحه دارن و اگر ما اتحاد و همبستگی و ایمان قوی داشته باشیم، می توانیم که در مقابل بزرگترین ابرقدرت ها، در مقابل سلاح‌های پیشرفته آنها، در مقابل زور و وحشت و بربریت آنها پیروز بشیم. نمونهش همین الان در غزه خودتون دارید مشاهده میکنید. تعداد اندکی با وجود همه این ظلم و ستم و وحشت و بربریتی که داره اسرائیل و جهان کفر در اونجا انجام میده، با همکاری متاسفانه مسلمان ها و کشورهای اسلامی، تونستن که مقاومت بکنن، تونستن که دشمن چند روز قبل وقتی که وارد شدن در منطقه خان یونس دیدید که چگونه با دادن کشته و زخمی مجبور به عقب نشینی شدن. در افغانستان دیدیم که یک ملت پابرهنه بدون هیچ گونه امکانات نظامی تونست که اتحاد جماهیر شوروی رو به زانو در بیاره. دیدیم که یک ملتی با دست خالی توانست که ناتو و آمریکا رو به زانو در بیاره. در عراق، در سوریه، در هر گوشه دنیا نمونه‌های زیادی داریم. گرچه امروز بعضیا میخوان همین افتخارات امت اسلامی رو با داستان‌های قلابی توطئه به اصطلاح جلوه بدن، اینها رو دسیسه جلوه بدن، اما نه، یک واقعیتی است که مسلمان ها اگر بخوان متحد بشن با نیروی ایمان میتوانند اگر از اسباب استفاده بکنن. این نه که گوشه خونه بشین، گوشه مسجد بشین، دعا بکن خدای ما را پیروز بگردان. نه، تو با دست خالی هم در مقابل دشمن بلند شو. الله سبحانه و تعالی اگر مؤمن واقعی باشی تو رو نصرت میکنه. اگر در روز بدر صحابه رو نصرت نکرد،
5000 ملائکه به کمک 313 نفر آمدن. مادامی که ایمان قوی باشه، مادامی که انسان صبر و ثبات داشته باشه، الله سبحانه و تعالی وعده کرده که پیروز میکنه امت اسلامی رو. خب دوستان عزیز، یک میان برنامه نسبتاً کوتاه میبینیم و بعد از اون انشاءالله برمیگردیم خدمت شما عزیزان با ادامه برنامه و تماس‌های شما عزیزان را خواهیم گرفت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد رتل بصورة يزيح عن القلوب دجى. بله، با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با شما بزرگواران هستیم در برنامه آن روی سکه و اولین تماس برنامه امشب رو میگیریم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم قدر انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر انصاری. یک صدای به شما فرستادم و همین شما لطفا همین صدای را گوش بدید. چشم، حتما انشالله. تشکر از شما. تشکر برادر. زنده باشید. بله دوستان عزیز، از همین لحظه تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم گرفت و شماره تماس برنامه رو دوستانمون زیرنویس میکنن. هم از طریق واتساپ و هم از طریق تماس مستقیم میتوانید به این برنامه زنگ بزنید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد چند روز پیش مفتی احدادی عبدالرحمن احدادی ازشون سوال شد نسبت به ربی مدخلی، ولی عزیزان ناراحتن از اینکه وقتی که نقد میکنن چرا با یک رفرنس دقیق نقد نمیکنن. از اینجا عزیزان یک کمی دلخور شدن از ایشان. میشه که شما بیان بکنید اگر خطای داشتن در گذشته میره برمان بیان بکنید که ما بتونیم استفاده بکنیم. باشه، چشم تشکر از شما. والله جزای خیرتون. سلامت باشید. تشکر از شما. این که جناب احراری صاحب در مورد مفتی ربیع المدخلی یا شیخ ربیع المدخلی چی گفتن چه نگفتن، حقیقتش من کلیپ رو دیدم اما نشنیدم و یک مسئله خیلی مهم هست. ربیع بن هادی المدخلی الان مرده است. الله سبحانه و تعالی آنطوری که ایمانش، تقواش، پرهیزگاریش تقاضا میکنه با او محاسبه میکنه. وقتی یک نفری از دنیا میره، اولا دیگه به قول افغانا پشتش رو ول کنید، رهاش بکنید. تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون. این امتی است که رفته است. هر کاری کردن برای خودشون کردن، شما هر کاری بکنید برای خودتان میکنید.
و از شما نمیپرسند که آنها چه کار میکردن. برادر عزیز و کسانی که این سوالها رو میکنن، چه از مفتی صاحب احراری چه از بقیه علما یا دعوتگران، از ما شما در قبر نمیپرسن که ربیع بن هادی المدخلی کی بود. از ما نمیپرسن که محمد ابن امان جامی کی بود، یا بن باز و بن عثیمین کی بود، یا ابو حنیفه و شافعی و مالک و ابن حنبل کی بود. والله نمیپرسن اینا رو. حتی نمیپرسن که ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و حسن و حسین کی بود. از ما نمیپرسن که در جنگ صفین و جمل چه اتفاق افتاد. نظر شما در مورد اینا چی است؟ امروز میبینید که از مشکلات امت اسلامی چی است؟ بعضی هنوزم در همون جمل صفین گیر کردن، بعضی هنوزم در زمان معاویه گیر کردن، بعضی هنوزم در زمان صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین گیر کردن. هیچ از اونجا خارج نمیشن. و چقدر از نیروی امت اسلامی صرف این مسئله میشه. من یک روز به یکی از دوستان گفتم خداوند نابود بکنه شیعیان رافضی رو که ما رو مشغول کردن که بریم شبهات اینا رو پاسخ بدیم. اگر اینا همین شبهات رو وارد نمی‌کردن، مثلا این شبکه وصال، کلمه، نور، توحید، این همه دعوتگر، این همه عالم، به جایی که بیاد شبهات و دروغ‌ها اینا رو پاسخ بده، همین وقت و جهد و علم و سعی و تلاش رو اگر صرف قرآن و علوم قرآن و سنت میشد، شما تصور بکنید که دنیا گل و گلستان میشد. اما در طول تاریخ فرقه های گمراه همیشه آمدن سد راه دعوت شدن. این بزرگترین جنایتشون هست. دعات و علما مشغول شدن به اینها به جای اینکه مشغول بشن به دعوت. چون که این درست است که یک نوع دعوتی است که انجام میدهیم ما و انجام دادن علما و دعوتگران، اما اینها اگر نمی بودن، همین جهد و همین تلاش ها و همین میلیاردها دلار پول، وقت، عمر صرف چی بشه که شبهات و دروغ های اینا و اکاذیب و تلبیس های اینا پاسخ داده بشه. امثال ربیع بن هادی المدخلی و ما با هیچ کس مجامله نداریم. عالم بوده، علامه بوده. ابلیس هم برای خودش علامه‌ای بوده. من مقایسه نمی‌کنم شیخ ربیع بن هادی المدخلی با ابلیس، ناراحت نشن طرفدارانش، اما خیلی‌ها بودن. بلعم باورام عالم بوده. خداوند در قرآن کریم زناکار و دزد و آدمکش و 4 عیب شرعی رو هیچ وقت به سگ تشبیه نکرده، اما عالمایی که به ضرر امت بودن رو به سگ تشبیه کرده. مثلهم کمثل الکلب گفته. هیچ فاسق و فاجر و جنایتکاری رو، ظالم و مستبدی رو، حتی فرعون و نمرود و هامان رو به خر تشبیه نکرده، به الاغ. عالمانی که دین فروشی کردن، عالمانی که خیانت کردن به دین، اونها رو مثلهم کمثل الحمار، مانند الاغ تشبیه کرده. شما یک الاغی رو بیارید، مثلا 500 تا کتاب تفسیر رو بر پشت این الاغ بگذارید و کل دنیا رو بگردانید. بعد از این که مثلا بعد از 1 سال همه دنیا رو گشت، اومد در طویلش داخل شد، آیا این بار تفسیر به این الاغ تأثیری داشته است؟ نداشته است. الله متعال علمای بنی اسرائیل رو تشبیه میکنه الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کسانی که علم تورات بهشون داده شد اما از این علم استفاده نکردن، مثالش هم مثال الاغ است که پشتش بار بگذارید. یکی ناراحت شده بود که شما به علما توهین کردید، به سگ و به الاغ خداوند تشبیه کرده. و در طول تاریخ اسلام از این علما زیاد بودن. در دربار ظالمترین و ستمگرترین پادشاهان و ستمگران در طول تاریخ ببینید که مفتی بوده، عالمی بوده. در همین دوران اشغال در افغانستان ببینید در 20 سال ما در افغانستان یک شیخ الحدیث داشتیم، شنوار عیسی. خدا با او محاسبه بکنه. مگر در لوی جرگه‌ای که زیر نظر آمریکایی‌ها در کابل تأسیس شد بلند نشد، در همون جایی که کرزی به عنوان رئیس جمهور تعیین شد گفت که با امیرالمومنین باید بیعت بشه، بده دسته که با تو بیعت بکنم بر اساس سنت.
شیخ الحدیث بود، شیخ التفسیر بود، عالم بود، سیاف، یکی از علمای رهبران مجاهدین بود. در ازهر هم درس خوانده، فکر کنم ماستری هم گرفته از اونجا. صبح تا شام بوق ناتو و آمریکا نبود. ربیع بن هادی المدخلی و محمد بن امان جامی، الله متعال سر تقصیراتشون بگذره، به خاطر خدماتی که به علم کردن، به خدماتشون هم در مقابل خدمات علمای بزرگی که به دین کردن، یعنی اصلا قابل یادآوری نیست. منتها در حد و توان خودشون خدمت هم کردن، اما مشکل داشتن. نباید ما که با کسی مجامله بکنیم. امروز امت اسلامی رو تباه کرده مجامله علما، مجامله دعوتگران، سرپوش گذاشتن، پنهان کردن، خویشتنداری کردن، مجامله کردن. چرا مجامله میکنید؟ یکی از دوستان، والا ما استاد ما بود، به این خاطر چیزی نمیگیم. استادت باشه. یعنی الله متعال با هیچ کس مجامله نمیکنه. ابوبکر و عمر یکی از بزرگان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. یعنی بر اساس عقیده ما اهل سنت و جماعت، یعنی در مقام و منزلت اول ابوبکر است رضی الله تعالی عنه، بعد عمر است رضی الله تعالی عنه. و هیچ اصلا با کسی هم در این مسئله ما اصلا قابل بحث نیست. این مسئله، اینا بزرگان صحابه هستن. وقتی که در حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اونجا نشسته، پیامبر الهی است، داره دین رو بیان میکنه، ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما سر یک مسئله سر و صدا کردن. الله با اونا مجامله نکرد. نگفت که والله این ابوبکر است، این پدرزن پیامبر است، این همه مال و داراییشو در راه دین فدا کرده، این یار غار رسول الله بوده، این رفیق اجرت پیامبر بوده، عمر این بوده. نه 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 نه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. با شدت برخورد میکنه الله متعال. ای مؤمنین، اول ایمانشون رو ثابت میکنه، میگه درسته تو مؤمن هستی ای ابوبکر، تو مؤمن هستی ای عمر رضی الله تعالی عنهما. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. پیش دستی نکنه جلوی الله و رسولش. وقتی پیامبر داره صحبت میکنه شما ساکت بنشینید. واتقوا الله. امروز به یک کسی، من یه رو به کسی گفتم اتق الله، ناراحت شد. چیکار کردم که به من میگه اتق الله؟ الله متعال به ابوبکر و عمر میگه اتق الله. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. تقوا پیشه کنید، جلوی پیامبر سر صدا نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای مؤمنین، ای ابوبکر، ای عمر، ای صحابه، صداتون رو بالای صدای پیامبر بالا نکنید، جلوی پیامبر بلند صحبت نکنید. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. مانندی که با هم دیگرتون صحبت میکنید، جلوی پیامبر صداتون رو بلند نکنید. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. این که اعمالتون نابود بشه شما نمیدانید. این آیه، شیعه میاد این آیه رو بر علیه ابوبکر و عمر استفاده میکنه، میگه که اینا اعمالشون حبس شده و فلان شده، در حالی که این آیه ایمان ابوبکر و عمر رو ثابت میکنه. چون الله متعال وقتی این دو رو خطاب قرار میده میگه یا ایها الذین آمنو، اول ایمانشون رو ثابت میکنه، بعد میگه لا ترفعوا اصواتکم، داره ادبشون میکنه. بعد از اینکه این آیه نازل شد، ابوبکر و عمر، خاصا سیدنا عمر، به اندازه آرام صحبت میکرد جلوی پیامبر. مثلا پیامبر نشسته بود در مجلس، حضرت عمر یواش یواش صحبت میکرد. گاهی اوقات پیامبر صحابه میگه چی داره میگه، این کمی بلندتر صحبت کنین، حرفشو به من برسانی، چی داره میگه. بعد از اینکه این آیه نازل شد، به اندازه آرام صحبت میکرد که پیامبر نمیشنید که داره چی میگه.
و این صفتش رو، این صفت عمر رضی الله تعالی عنه رو الله متعال تمجید میکنه در آیه بعدی. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. کسانی که صداشون رو در پیش پیامبر پایین میارن، اینها رو خداوند امتحانشون کرد، قلبهایشون رو یک عتاب کرد، یک توبیخ کرد، تغییر کردن، اصلاح شدن. برای آنها مغفرت است، لهم مغفرة و اجر عظیم. برای آنها مغفرت است و اجر بزرگ است. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم با کسی مجامله نمی‌کرد. من در یکی از برنامه‌ها عرض کردم متقی ترین صحابه کی است؟ ابوذر غفاری. یک روز با بلال دعواش میشه، انسان بودن، با بلال رضی الله عنه دعواش میشه، به اون میگه که برو بچه زن سیاه، یعنی اون رو یک نوع تحقیرش میکنه. پیامبر نمیگه چون این متقی ترین صحابه است، این از جمله اصحاب صفه است، این یار نزدیک من است، این عالم دین است، این حافظ قرآن است، فلان است، با این مجامله بکنه. نه، میگه یا اباذر انت امرؤ فیک الجاهلیه. ای ابوذر، تو انسانی هستی که هنوزم در وجود تو جاهلیت مانده، جاهلیت قبل از اسلام. بعد از اون ابوذر میره سر راه بلال رضی الله تعالی عنهما، سر خودش رو روی خاک میگذاره، به بلال میگه پاتو بذار روی گردن من تا این آثار جاهلیت از دل من بیرون بشه. پیامبر با کسی مجامله نمیکرد. امروز ما ببینیم که با این مجامله کن که عالم است، با این مجامله کن که شیخ الحدیث است، با این مجامله کن که شیخ التفسیر است، با این مجامله کن که نمیدونم فلان است. نه، با که در امور دین با کسی مجامله نمی کنیم. فسادی رو که محمد ابن امان جامی و ربیع بن هادی المدخلی در بین امت اسلامی انداختن و مسلمان ها را به جان هم انداختن، جوانان مسلمان را گمراه کردن. جوانی که ایمانش، عقیدهش، تقواش، دینش باید در راه اسلام، در راه دعوت مصرف بشه، صبح تا شام در پی چی است؟ که سید قطب چی گفته؟ حسن البنا چی گفته؟ فلانی چی گفته؟ اخوانی چی گفته؟ سلفی چی گفته؟ نمیدونم علفی چی گفته؟ حنفی چی گفته؟ شافعی چی گفته؟ صبح تا شام اینا کارشون چی است؟ جرح و تعدیل علما، دعوتگران. من دیدم، من با اینا زندگی کردم. به طور مثال نمیشناسید جوان خوش سیمای ریش مبارک، حافظ قرآن، دستمال، مندیل، عمامه رو ببینه ها که دیگه داره همینطور پرپر میزنه ایمان و تقوا از سر و برای این میاد. جناب شیخ یک سوال دارم، بفرمایید نظر شما در مورد مثلا به طور مثال در مورد محمد العریفی چی است؟ والله چی بگم، یعنی که عالمی است، یک دعوتگر است. خب تشکر، خداحافظ. همینقدر سوالشون همینقدر است. میره برمیگرده پیش دوستا، چی میگه؟ بله من کشف کردم که انصاری اخوانی است. چرا؟ چطور؟ من در مورد عریفی پرسیدم، گفت که دعوتگری است، یک عالمی است. چه باید میگفتم؟ بعد میگفتم نه این یک ضال مضل گمراه اخوانی حزبی فلان فلان شده است. بعد از اون خوشحال میشدن. ببینید این جزء اهل سنت و جماعت بوده. کارشون صبح تا شام، شاگردان ربیع بن هادی المدخلی همین بود. صبح تا شام کارشون همین است. نظر شما در مورد سید قطب چی است؟ بابا تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. رفته مرده، یک چیزی کتابای نوشته بود، میخوانی بخوان، نمیخوانی بابا کتابخانه امت اسلامی و غیر اسلامی پر از کتاب است، میخوای بخوان، میخوای نخوان. نه، نظر تو چیه در موردش؟ اگر گفتی که ضال مضل گمراه هست، تو اهل سنت و جماعت هستی. اگر گفتی والا من بهش کاری ندارم، یک کسی بوده کتابایی نوشته، خدا رحمتش کنه، به مجرد این بگه خدا رحمتش بکنه، تمام، شما اکس بزرگ سرخ سرت میکشن، تمام شد کارت. و فتنه ای رو که اینها در بین امت اسلامی به پا کردن، بعد از اون که بشینید تعریف علامه جرح و تعدیل بوده، علامه نمیدونم فلان بوده، غیر از اینها کتاباشون رو برید ببینید.
چند کتاب اینا در مورد وحدت امت اسلامی نوشتن؟ چند کتاب در مورد عقیده توحید و اصلاح جوامع اسلامی نوشتن و چند کتاب در جرح و تعدیل مرده ها نوشتن اینها. در شکی نیست که هر گروهی، هر حزبی، هر شخصی در او صفات و افعال خوب و بد وجود داره. اینها شما میلیون خوبی هم داشته باشی، یک بار اگر که از مثلا یک حزبی، یک شخصی، یک کسی که اینها اون رو جرح و تعدیل کردن دفاع کردی، خلاص شما هم جز اونها محسوب میشی. هیچ اعمالت برات شفاعت نمیکنه در پیش اینها. خیانت کردن به امت اسلامی، به دعوت خیانت کردن، به علم خیانت کردن، به قرآن و سنت خیانت کردن، امت اسلامی رو به جان هم دیگه انداختن. اینو تکفیر بکن، اینو تفسیق بکن، این فاسق است، این فاجر است، این گمراه است، این ضال است، این مضل است، این نمیدونم اخوانی است، این تنظیمی است، این حزبی است، این فلان است. خدا ازشون بازخواست بکنه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم برادر انصاری مجدد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر عزیز، همین صدایی که پیشتر من به شما فرستادم چند دقیقه جلوتر با یه شماره دیگه لطفاً این رو گوش بدید، بذاری که بینندگانم بشنون. یعنی منظور شماست که برنامه پخشش بکنین؟ بله. باشه چشم. من فکر کردم میگید که بشنوید، من گفتم بعد از برنامه بشنوم. باشه چشم، پخش میکنیم انشالله. تشکر. زنده باشید. دوست عزیزمون یک کلیپی فرستادن، بعد از این تماس انشالله پخش میکنم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم استاد آزادی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببخشید استاد آزادی، من یک چند روزی پیش لایو تیک تاکی یک چند نفر هم به قناه رفته بودم درباره اتحاد شیعه و سنی لایو مانده بودم. باز من گفتم شیعه و سنی، گفتم شیعه و سنی هیچ وقت با هم برادر نیستن، به خاطر که اهل سنت دشمن صحابه و مومنین هیچ وقت برادری ندارن. من را باز دشنام دادن، از لایوشان بیرون میکردن که تو یک وهابی هستی، نه بین ما اختلاف بندازی. درست. بله متاسفانه. نظر ما درباره همین تو افراد چی هست؟ یا همینا هم در جمله روانخیز قرار میگیرن یا نه؟ تشکر. تشکر از شما. والله برادر عزیز، به نظر من کسانی که همچین برنامه میگذارن و دعوت میکنن به وحدت، من بارها گفتم وحدت وقتی به وجود میاد که ما یک سری مشترکاتی رو در بین همدیگر ایجاد بکنیم و از یک سری اعتقاداتی که داریم دست بکشیم. در اون صورت وحدت ایجاد میشه. الله سبحانه و تعالی یک مشترکی رو در بین امت اسلامی بیان میکنه که بر اساس این مشترک همه امت اسلامی میتوانن که با هم دیگه چی بشن؟ با هم دیگه دوست بشن، وحدت داشته باشن و از جدایی و تفرقه بپرهیزن. و اون چی است؟ کتاب الله هست. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید، وحدت بکنید،
همبستگی بکنید و متفرق نشوید. یا الله سبحانه و تعالی میاد فراتر از امت اسلامی به همه بشریت میگه بیاید با هم وحدت داشته باشیم و اساس و بنیاد و معیار و محور این وحدت رو چی قرار میده؟ قل یا اهل الكتاب، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به اهل کتاب، تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید که با هم دیگه وحدت داشته باشید، بیایید با هم وحدت داشته باشیم، همبستگی داشته باشیم، همدلی داشته باشیم، به یک ریسمان چنگ بزنیم، شعارمون یکی باشه. تا وقتی که شعار ما یکی نباشه، قلبهای ما یکی نباشه، وحدتی به وجود نمیاد. اونجا برای امت اسلامی خاص میگه که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به کتاب الله چنگ بزنید که ریسمان محکم الهی است و متفرق نشوید. اینجا به همه اهل کتاب میگه، به کفار هم خطاب قرار میده، بیایید با هم وحدت داشته باشیم. اصلا الله متعال دین ما دین وحدت است، اما معیار قرار میده. معیار چی است؟ معیاری که همه باید قبولش بکنن. الان مگه شیعه نمیگه که ما قرآن رو قبول داریم؟ به خاطر همین اگر جز امت اسلامی هستید، بیاید معیار رو قرآن قرار بدیم، نه کافی، نه مجلسی، نه بخاری، نه مسلم، هیچ. نه ما هم از کتابامون میگذریم، شما هم از کتاباتون بگذرید. معیار رو قرآن قرار میدیم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. آیا شیعه حاضر میشه که این کار رو بکنه؟ والله و بالله و تالله که حاضر نمیشه. چون در قرآن امامت نیست، در قرآن خمس نیست، در قرآن صیغه نیست، در قرآن نمیدونم تطهیر نیست، در قرآن اسمت نیست. همه اعتقادات اینا از روایت‌های دروغین کتاباشون ثابت میشه. وقتی اینا کتاباشون رو بگذارن دور و اعتصموا بحبل الله بکنن، خب مذهبی نمیمانه، دینی نمیمانه، عاشورایی نمیمانه، حسینیی نمیمانه. به خاطر همین نمیکنن این کار رو. پس اون انسانی که شما میفرمایید، اون انسانی که دعوت به وحدت شیعه و سنی میکنه شیعه است، نه، اون احمق است. والله احمق است و بالله احمق است. خدا کنه که شیخ الاسلام باشه، عالم دین باشه، هر کسی که میخواد باشه، احمق است. نه از کتب شیعه خبر داره، نه از منهج شیعه خبر داره و نه از عقیده اهل سنت خبر داره. خبر میداشت نمیگفت وحدت شیعه و سنی. نمیشه بابا، نمیشه. نمیشه. آخه شما بعضی اوقات بعضی ها میخوان که یعنی الا و بالله که دو چیز متضاد را با هم جمع بکنن. نمیشه. البته به یک شرط میشه، واعتصموا بحبل الله جمیعا، بیاید به کتاب الله چنگ میزنیم. از همین اول قرآن آیه 4 سوره حمد کل عقیده شیعه اثناعشری رو نابود میکنه. چی میگه؟ از اول قرآن همین سوره حمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میخوانیم، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. همین آیه را که ما بهش چنگ بزنیم، دیگه مگه صوفی میمانه، مشرکی میمانه، شیعی میمانه؟ نه، همه میشیم امت اسلامی. فقط به همین آیه چنگ بزنیم. آخه این هم اختلافات این سلفی است، این سنی است، این صوفی است، این شیعه است، بس سر چی است همه اینا؟ اون میگه پیر من همه کار است، این میگه امام من همه کار است. وقتی که ما همه بچسبیم به ریسمان الهی و بگیم که الله همه کار است، میشیم امت اسلامی. نه شیعه این رو میخواد، نه یهود این رو میخواد، نه نصارا این رو میخواد، نه دشمنان اسلام این رو میخوان. بعد به اهل کتاب چی میگه الله متعال؟ میگه بیاید ما با شما هم وحدت میکنیم. میگه قل یا اهل الكتاب، بیایید ای اهل کتاب، ای یهود و نصارا، تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید که یک نقطه مشترکی بین ما و شما ایجاد بکنیم که بر اساس اون با هم دیگه وحدت داشته باشیم. این نقطه مشترک چی است؟ الا نعبد الا الله، غیر از الله کسی دیگری رو نپرستیم. خب وقتی که یک مسیحی بیاد بر این رو معیار قرار بده، مگر اسلام، مگر قرآن چیز سختی خواسته؟ مگر مسیحی ها نمیگن الله؟ میگن اللهی وجود داره، نه؟ پدر، پسر، روح القدس. پدر همون خدایی که اون بالا هست، بالا هست، در آسمان هست.
یهودم به همون الله اعتقاد دارن، مسلمانان به همون اعتقاد دارن. ببین چقدر با ظرافت الله متعال میاد چیکار میکنه؟ همون نقطه مشترک بین همه ادیان رو روش انگشت میگذاره، میگه که الا نعبد الا الله، غیر از الله کسی رو نپرستیم. هر یهود و نصارای عاقلی این رو رد نمیکنه مگر آنکه منفعتی داشته باشه در عیسی پرستی و در عزیر پرستی و در خرافات پرستی های خودشون. بعد از اون چی بگه؟ ولا نشرک به شیئا، به این اللهی که بهش اون رو میپرستیم کسی رو شریک نیاریم. چیز بد گفته؟ نه، شریک نیارید، تنها الله رو پرستید، به او شریک نیارید. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، کشیش هاتون رو یکی دیگری رو، یک انسانی رو غیر از الله اربابتون نگیرید، حلال و حرام رو به اون اجازه ندهید. چیز بدی خواسته؟ نه. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اینو رو گرداندن از این وحدت، از این ندای همبستگی و وحدت، فقولوا، الله سبحانه و تعالی پیامبرش میگه بگو ای محمد، بگویید به آنها، فقول اشهدوا باننا مسلمون، شاهد باشید که ما مسلمانیم. ما مسلمانیم اما شما نیستید، چون که به این ندای وحدت ما لبیک نگفتید. ما به شیعه میگیم آقا بید وحدت، معیار وحدت هفته وحدت نیست. معیار وحدت این برنامه ها و این که بیایید حرفای الکی و دروغین بزنید نیست. طرف آخوند بلند میشه میاد در مسجد اهل سنت در بلوچستان شروع میکنه در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد امامت صحبت میکنه. چرا؟ آقا هفته وحدت است. یعنی چی هفته وحدت است؟ ما میخوایم که وحدت ایجاد بشه. یعنی شما در کتبتون میگید که کسی که یکی از امامان را قبول نداشته باشه کافر است، جاویدان در آتش دوزخ است. الان تو داری همین امامت رو در مسجد اهل سنت تبلیغ میکنی، بعد میگی که آقا ما داریم وحدت میگیم. نه، قرآن میگه وحدت. قرآن میگه وحدت بین امت اسلامی. چطور وحدت بین امت اسلامی ایجاد بشه؟ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به ریسمان محکم الهی که کتاب الله هست چنگ بزنید با متفرق نشوید. قبول نمیکنن این وحدت رو. ما وحدت قرآنی میخوایم، ما وحدت جمهوری اسلامی نمیخوایم. ما بین شیعه و سنی وحدت قرآنی میخوایم، بی وحدت قرآنی داشته باشیم. نمیکنن قبول. و اون سنی که میاد به وحدت شیعه و سنی دعوت میکنه بر اساس معیارهای شیعه، یا شیعه است یا احمق است و یا چی بگم دیگه، نمیخوام سومیشو بگم خدمتتون. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام، صدا میاد؟ بله صدا میاد، بفرمایید. سلام علیکم. من سوال داشتم. والا پرسش و پاسخ روز جمعه انشاءالله در برنامه زنده. چیه امروز پس درباره چه؟ آن روی سکه است، هر چی دل تنگتون میخواد بگید. آها. تشکر از شما برادر عزیز. خدا. خدا نگهدار شما. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق تلفن صدای من رو بشنوید. استاد راستش یک سوال از شما داشتم. استاد میگم شما چرا با آقای اللهیاری که مال رئیس یکی از علمای شیعه هست مناظره نمی کنید؟ والا من مناظرم کردم، کلیپش هم پخش شده قبل از وصال، حدود 16-17 سال پیش. بعد از اون مناظره هر چی بهش زنگ میزدیم میگه که آجاقا گفتن که شما را وصل نکنید، شما وهابی هستید.
آقای محمد انصاری، ببخشید به شما زنگ زدم، شما مزاحم شما شدم، ببخشید. آقای محمد انصاری، چرا شما با مثلا الله یاری که انقدر خودش حق میداره و مذهب حق رو میگه، شما چرا با این رافضی مشرک مناظره نمی‌کنی تا هم دستش رو بشه، هم دوست عزیز شما صدای من رو دارید؟ الو، صدای من رو دارید؟ خب شما صدای من رو از طریق تلویزیون، من صدای شما رو قطع میکنم، گوش کنید الان از تلویزیون. دوستان عزیزی که تماس میگیرن خواهش میکنم صدای ما رو از طریق تلویزیون بشنوید. از طریق تلفن با تاخیر میشه، از طریق تلویزیون با تاخیر میشنوید، گوشی هم تو گوشتون هست، اینجا مشکل ایجاد میشه، نمیتونیم که با هم دیگه صحبت داشته باشیم. الله یاری فرقی با قزوینی نداره. همون تو دروغای قزوینی رو که ما پخش کردیم، دروغای الله یاری رو هم پخش کردیم. پیش از وصال، حتی شاید 2 سال 3 سال پیش از وصال، من یک شبی همینطور این اومد یک دروغی رو گفت. من نگاه نمی کردم برنامه‌اشو، دوستان میگفتن آقا این چیزی هست. یه روزی گفتم بی نگاهش بکنم که چی میگه. مثل ایشون یک کسی زنگ زد گفت که آقا همین الان تلویزیون روشن ببین الله یاری داره چی میگه. خب روشن کردم، شروع کرد یک حدیثی رو آورد، زنگ زدم بهش، خلاص دست پاچه شد وقتی که دروغش رو براش افشا کردم. بعد از این تماس دیگه که کشتم خودم و این اتاق فرمانشون وصل نمی‌کرد. 1-2 تا خانومی بود اونجا، تلفنچیاش، گفت حاجی آقا گفته که شما رو وصل نکنیم، شما وهابی هستید. و کلیپ مناظرش هم من پخش کردم. نمیدونم الان اگر که اینجا بتونم براتون نشون بدم این قسمتش رو. دوستان عزیز این صفحه رو اگر نشون بدن، من صداشو نمیگذارم. اینجا قزوینی و الله یاری 2 روی 1 سکه، مناظره تاریخی استاد محمد انصاری با حسن الله یاری. و این مناظره رو من مقایسه کردم در این برنامه، کلا کلیپ اون رو پخش کردم و صحبت‌هاش رو پخش کردم و حرفایی که زده بود. قسمت‌هایی از این صحبت رو هم براتون میذارم. و بعد هم بیاد در مقام فتوا بیشتر بر منبر رسول خدا سخنرانی بکنه. محترم شما اصلا جواب نداری که یک کسی این عزیز من، یک کسی که اجازه بدین خطای دیگر رو بگیرم عزیز من، بفرمایید. باشه، من اگر که 2 کلمه درباره دروغ‌هایی که امشب درباره احراق مصاحف گفتی، اگر میخوای ذکر بکنم، اگر نمیخوای که خدا. نه بفرمایید. جاهل است که شروع میکنه به آب نبود. قبول دارید؟ آیه قرآن اجازه بدین. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی. گوشهایی از این مناظره دوستان که اگر میخوان ببینن بنویسن الله یاری ندای حق، در یوتیوب براشون میاد، میتونن کامل این برنامه رو ببینن. من همین لینکش رو در صفحه یوتیوب هم کامنت میگذارم که دوستان ببینن. بعد از اون برنامه دیگه ایشون ترسید و دیگه هیچ وقت وصل نشدیم به استودیو، چون که گفت آجی آقا میگه که شما رو نباید وصل بکنیم. من لینکش رو گذاشتم، دوستان میتونن کامل ببینن. اینا غیر از دروغ، غیر از تلبیس، غیر از فحش دادن، حرف دیگری برای گفتن ندارن. بیننده گرامی بفرمایید. الو، سلام. علیکم السلام، بفرمایید. الو، سلام استاد انصاری عزیز، خوب هستید انشالله؟ سلامت باشید، بفرمایید. سلامت باشید استاد انصاری. خواستم یه تشکر و خدا قوت به شما عرض کنم. من یکی از شاگردان شما هستم. استاد انصاری عزیز، شاید تقریبا 17-18 سال باشه که من اولین بار خدا عنایت کرده بود من رفتم سفر حج
اون اگه یادتون باشه یه سیدی بین همون خودمون، بین نمیدونم دوستان آشنایم بود، بله. اونو آوردم گوش دادم، در مورد توحید صحبت میکردید اگه یادتون باشه. درست. تو زمان سیدی بله. تقریبا شاید 18 سال شاید 20 سال پیش بود. سلسله توحید. مشرف شدم. درست. بله. اون وقت با شما اصلا آشنا نبودم، فقط حرفهای شما رو میشنیدم و صدای شما تو خاطرم بود و شکل و شمایل شما رو نداشتم. از اون وقت که شما رو تو شبکه نور و وصال و اینها پیدا کردیم، شکر خدا، خیلی خیلی خوشحال شدیم. امروز خداوند توفیق داد اولین بار یه عرض ادبی خدمت شما داشته باشیم و خدا قوت و سپاسگزاری کنیم از زحماتتون استاد انصاری عزیز. سلامت باشید. الله متعال ازتون راضی باشه، واقعا راضی باشه. خدا اجرتون رو تو اون دنیا بهشت فردوس قرار بده. سلامت باشید. که خود من با اون CD که اون زمان داده بودید به حاج کریم بود، اون آورده بود برام. درست. من گوش کردم و اینها، خدا رو شکر اون اشتباه هایی که داشتیم خب به فضل و رحمت الهی دیگه کم کم کاهش دادیم. الحمدلله. از به خدمت من خودم استاد یکی از شیعیان متعصب بودم ها، خیلی خیلی متعصب ولی الحمدلله خداوند متعال با نور قرآن و اون سفر حجی که خداوند مقدر کرد و اوج جوانی منتودن شاید 20 چند سال داشتم. ماشاءالله. سال 87 بود اومده بودم من از اون زمان جرگه هدایتمون به فضل الهی زده شد. بله. هدایت به دست الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی هدایت میتونه. بله الحمدلله. خدا رو هر روز شاکرم، هر روز سجده میکنم، میگم خدا چقدر ما رو دوست داشتی که با اهل سنت و قرآن و توحید و اینها آشنا کردی، وگرنه الحمدلله ما هم تو اون لجنزار شیعه بودیم، تشیع به سر میبردیم دیگه. درست. شما از کدوم شهر ایران هستید برادر عزیز؟ من استاد انصاری از شاید لهجم پی ببرید که ترکم دیگه. درست. ترک هستم، از دیار آذربایجان هستم. ماشاءالله. ماشاءالله. واقعا این فارسی من میشه نمیتونم خوب فارسی حرف شرمنده دیگه. خواهش میکنم. من از شما میشه یک خواهشی بکنم، یک پیامی به زبان شیرین ترکی آذری به برادران و خواهران عزیز آذری زبانمون اگر که دوست دارید به زبان ترکی بگید که شما بعد از این که الله متعال هدایتتون کرد چه لذتی بردید از این نور هدایت. استاد انصاری تمام لذات دنیا تو این دنیا هر چی لذت هست خب فقط در توحیده. خدا رو شاهد میگیرم. میتونید اینو به ترکی بگید؟ یعنی میتونید اینو به ترکی هم بگید؟ متوجه میشید استاد انصاری؟ شما خودتون متوجه میشید نصف نیمه ترکی آدم حرف بزنه؟ بله ben Türkçeyi biliyorum. Ben Türkçeyi biliyorum, konuşabilirim, okuyabilirim yani. Allah selamet eylesin. Allah ömür versin. Çok teşekkür ediyorum. Sizden duymak istiyorum. Duygularınızı yani Türkçe diliyle beyan edebilir misiniz? Yani biz de sizi çok isteyip bir hatır Allah için sizi çok istiyor Ustad Ensari. Allah sizi hifz eylesin inşallah. Amin. Size de. Allah ömür. Mən bir dənə xahişim var öz həmvətənlərimə, öz həmzəbanlarıma, Türklər. Baxın, Allah minnəti içi qoyubdur o da bəşəriyyətə. Bu içi bir dənə kitab nazil eləyib Qur'an adında. Bu Qur'anı oxuyaq, göyə Allah nə buyurdu, ola əməl eləyək. Allah bir çətin bir şey də buyurmuyor bey.
هم زبان‌ها ترک زبان‌ها biz ترک ما استاد انصاری ترکان خیلی متاسفانه درست. تو خرافات و اینها چیز هستیم. خود منم اینطوری بودم ها یک زمانی فکر میکردم مثلا اگه فرزند سیاه بپوشم و دستجات عزاداری و فلان و خرافات بهمان و امام رضا من چند بار رفتم امام رضا متاسفانه تو اون زمان مشرک بودم دیگه ولی خداوند استغفارم میکنم انشالله خداوند منو ببخشه آمین که آمین واسطه قرار دادم یه زمانی آمین به این آمین مهربانی به این خدای به این مهربانی ما رها کردیم رفتیم مثلا دست پای این و آن یه جمله خوبی هست میگه که زهر است عطای خلق هرچند دوا باشد حاجت زکه میخواهی جایی که خدا باشد الله اکبر واقعا این الله آدم اکبر. تو دلش لمس کنه میبینه که آزادی واقعی تو توحیده یعنی انگار از تمام قفسه آدم آزاد میشه یه قدرتی پیدا میکنه که تو هیچ چیز نمیتونه اون قدرت رو آدم پیدا کنه اصلا عالم توحید یه چیز دیگه هست استاد انصاری دقیقاً برای هموطنان میگم شما ما که شاگرد شما الله مطالب ستون از شما یاد گرفته خودم میگم برای دبیری ها میگم برای تبریزی ها میگم برای ارمیه ها میگم برای زنجانی ها میگم برای همدانی ها میگم این خداها ببینید آدم رو ورشکسته میکنه تو قیامت همون خداوند هر چی دستور داده اونو پیامبرش هر چی دستور داده سنت واقعی هست این الان هم خدا رو شکر که مثلا دیگه کارها خیلی آسون شده استاد انصاری یه زمانی بود ما پا می شدیم از شهر خود برای یه چیز ساده می رفتیم فلان عالم تو مثلا تو ماهاباد یا شهرهای کردنشین یا به زحمت یه عالم سنی پیدا می کردیم یه حرفای می شنیدیم یه وجدی برای ما می اومد انگار یه طلا پیدا کرده بودیم خیلی مثلا مشقت بار بود الان خدا رو شاهد خداوند متعال چقدر رحمت داره مفت و مجانی آدم نگاه میکنه شبکه رو میزنه قشنگ استادها هستن به تمام اعیار واقعا خدا عزتتون بده سلامت بشید دانشگاهید شما دیگه سلامت بشین برای همکاریان خودم میگم استفاده کنید از این دانشگاه نور هست قبلا وصال بود که نمیدونم اونو من نمیتونم پیدا کنم کلمه هست اینها دانشگاه ها هستن ای مردم اینها رو از دست ندیم اینها نعمت‌های واقعی هستن چون من اینها رو یه زمانی میگم تجربه کردم ارزش شما رو میدونم شاید یه نفر مثلا برای اولین بار نگاه کنه چیزی عاید نشه ولی من تجربه 20 و چند سالم رو میگم برای شما ای مردم همزبان خودم این شبکه ها رو از دست ندید تشکر میکنم قرآن هست میگه من برای تبلیغم هیچ مزدی از شما نمیخوام این شبکه هم دقیقا در حکم مسیر پیامبری هست اینها رو از دست ندیم سلامت بشید زنگ زدنم استاد فقط این بود که تشکر کنم سلامت بشید سلامت بشید من به شما به زبان خودتون بگم çok mutlu oldum. Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler, iyilik, sağlık versin. Ay Allah sıhhat beden eləsin. Allah sizi de selamet eləsin. Çok söndük, çok söndük. Ustad inşallah تشریف بیارید تو شهر ما یه روزی برسه تو ایران همدیگه رو بغل کنیم روی ماه شما رو هم ببوسیم سلامت باشید الله مطالب ستون کنم متشکر سلامت باشید شما راضی باشه و السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خدا نگهدار شما الله اکبر یعنی گاهی اوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که
در کار نیک هیچ چیزی رو شما تحقیر نکنید. یعنی ولو یک کلمه، یک جمله، یک کتابی، یک حرف خوبی رو یک جایی که بگید و لا تحقرن من المعروف شیئا. و در قرآن کریم الله متعال میفرماید که مثل کلمت الطیبه که شجرت الطیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. گاهی اوقات یک حرف خوب، یک کلمه میتونه زندگی یک انسان رو از این رو به این رو بکنه. من دقیقا یادم است همونطوری که دوستمون فرمودن شاید 18 سال 19 سال پیش در یک وقتی که در اوج سختی ها و مشکلاتی که برامون ایجاد کرده بودن قبل از این مسئله شبکه ها، زندان و اذیت و فلانی، در یک اتاقی با یک دستگاه های خیلی یعنی ساده، یک میکسری با یک لپتاپی، من 6 تا نوار یا 4 تا نوار بود فکر کنم، توحید و معنی لا اله الا الله، شرک، آنچه مسلمان باید بداند و حکم رفتن پیش فالگیر و جادوگر و این مسائل بود. کلا مسائل توحیدی بود به نام سلسله توحید. این رو تنها خودم ثبت کردم، خودم مونتاژش کردم با همون مسائل امکاناتی که داشتیم. و یکی از دوستان الله خیرش بده سبب شد که با یک مؤسسه آشنا بشیم و این رو به شکل آلبومی، اون موقع نوار بود هنوز CD نیومده بود، این رو ضبط کردیم و خلاصه نشرش کردیم. بعد از مدتی یکی از دوستان زحمت کشیده بود این نوارها رو تبدیل به MP3 کرده بود در CD. اون موقع CD مود بود، الان که شاید خیلی ندونن که فلاپی و نمیدونم CD و این چیزا چی است. الان توی فلش میتونید شما 1000 تا CD رو جا بدید. در CD این رو خیلی زیبا قشنگ درست کرده بودن و در ایام حج در بین حجاج و در موسم عمره در بین کسایی که برای حج عمره می اومدن در بین اونها توزیع می کردن. و این یکی از ثمره های اون کار است. شاید مثل ایشون هزاران و ده ها هزار، صدها هزار کسان دیگری هستن که مستفید شدن از اون نوارها. میخواستم این رو بگم که ما نباید هیچ وقت تحقیر بکنیم که بالا این کار کوچیکی که یک حرف خوب. من یک روز به یک مغازه‌داری گفتم، میگفت که مثلا شما میتونید دعوت بکنید، من چطور میتونم دعوتگر باشم؟ گفتم تو با یک لبخندت میتونی دعوتگر باشی، با صداقتت میتونی دعوتگر باشی. هر کدوم ما میتونیم با یک کلمه خوب، با یک تبسم، با یک اخلاق دعوتگر دین باشیم. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من برادر میشه یک سوال شخصی بود بعدی برام با شما صحبت کنیم 3 دقیقه. مسئله شخصی بعد از برنامه میتونید زنگ بزنید برادر عزیز. انشاءالله انتظارتان باشم. میتونم یک سوال راستی چیز است فکر نکنم در برنامه خود باشه، ولی چی باشد صحبت کنیم. یک سوال راستی ناقدر درست است بعدی برنامه. باشه، من شماره شما رو یادداشت میکنم، بعد از برنامه اگر پیام صوتی بگذارید من انشالله جواب شما رو خواهم داد. الله يحفظك جزاك الله خير. الان رحمتون بکنم. بسیار تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. زنده باشید. سلام رحمت الله. دوستان عزیز، برادری که 4 شماره اخیرشون 4045 هست، پیام ایشان رو برای من حتما بفرستید که سوالی که دارن رو پاسخ بدیم انشالله. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درباره که مسئله گفتیم که اتحاد شیعه و سنی عقیده باطلیه، یعنی مثلا شدنی نیست، درسته؟ همچه حرف دارین شما؟ بله بله این واقعیت است. آره خب اگه اتحاد نباشه پس چی باشه؟ نقطه مقابلش باشه؟
نه، ضرور نیست که نقطه مقابل باشه. ببین نبودن وحدت به معنی کشتن و جنگ و درگیری نیست. ما می توانیم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. مثلا شما شیعه هستید، من به اعتقادات شما احترام میگذارم، شما شیعه باش، به امامت اعتقاد داشته باش، صیغه بکن، خمس بده، هر کاری که دلت میخواد در مذهب خودت انجام بده. تو به من تعرض نکن، تعدی نکن، تو از حد خودت تجاوز نکن، منم به تو کاری ندارم، تو هم به من کاری نداشته باش. الان مثلا در ایران تقریبا 45 سال است که یک حکومت شیعه حاکم است، درسته؟ بله. در 1400 سال تقریبا در سراسر جهان اسلام غیر از یک دوران صفویت که در ایران شیعیان حاکم بودن، در همه جهان اسلام اهل سنت حاکم بودن. در این مدت شیعیان در عراق تا هنوز هستند، در افغانستان هستند، در هند و پاکستان هستند، در آفریقا هستند، در سوریه هستند، حتی در عربستان سعودی، در مکه و مدینه و در هر گوشه عربستان حسینیه دارن هستند. به معنی این است که یک همزیستی مسالمت آمیز بوده. مثلا در همین افغانستان، فکر کنم شما افغانی باشید، در همین افغانستان قبل از انقلاب مگر شیعه و سنی با هم ازدواج نمی کردن؟ مگر بله شیعه و سنی در مثلا شیعیان می اومدن در مساجد اهل سنت نماز می خوندن؟ آیا در تاریخ شنیدید که مثلا یک سنی اومده باشه شیعه رو از مسجد اخراج کرده باشه که تو شیعه هستی در مسجد ما نماز نخوان؟ با هم در مرگ و مرده هم دیگر می رفتن، در نظر و نیاز هم دیگه شرکت می کردن. حتی خیلی از اهل سنت شاید شما پدرانتون اجدادتون به خاطر داشته باشن، حکایت کرده باشن، حتی در مراسم های شیعیان مثلا شل زرد می پختن، شرکت هم می کردن. اما بدبختی در افغانستان کی شروع شد؟ وقتی که نظام ولایت فقیه در ایران شیعیان رو آورد در ایران، اونا رو بر اساس عقیده رافضه‌گری تربیت کرد، فرستاد در افغانستان، بین شیعه و سنی جدایی افکندن. آقا این شیعه است، این سنی است، با هم دیگه جنگیدن، هم دیگه رو کشتن. ما طرفدار همزیستی مسالمت آمیز هستیم. تو به من کار نداشته باش، من به تو کار ندارم. بفرمایید. اولش که وقتی که توی دنیا 8 میلیارد انسان، 8 میلیارد انسان همه مشترکاتشون با هم نیست. یعنی خیلی دو تا آدم شاید تو دنیا پیدا بشه که مثلا خیلی با هم، شیعه و سنی که اصلا دو تا مذهب مختلفه. یه اولش. بعد توی دنیا عقل چیز ما کنن که مثلا دستور میده که مثلا آدم اولویت رو ببینه. ما بالاخره یه خدای، یه پیغمبر مشترک داریم. یعنی توی دنیا اگه وقتی شما میگید متحد نباشین، خب بقیه‌اش هم بگین. وقتی یک حرف آدم تا آخرش نگه مثل دروغ میمونن. متحد نباشین، خب اینش هم بگید که همزیستی کنین، دین به دین هم دیگه احترام بذاریم. اینش هم باید ادامه‌شو بگید. من اینو بارها گفتم، من حتی اینو بارها گفتم، نمیدونم اینجا من عذر میخوام فراموش کردم که بگم، اما من اینو بارها گفتم. اصلا این روش من است، این منهج من است. از 15-16 سال به این طرف که من برنامه گفتم، من با برادران و خواهران عزیز و گرامی شیعه‌مون وحدت نمیتونیم داشته باشیم، اما همزیستی میتونیم داشته باشیم، همزیستی مسالمت آمیز. به طور مثال برادر عزیز، الان شما به عنوان یک بیننده‌ای، من به شما احترام میگذارم، شیعه هستی، هر چیزی که میخوای باش. حتی الله متعال در قرآن میگه که شما به بت‌های مشرکین هم توهین نکنید که اونا بعداً میان به خدای شما توهین میکنن. چه برسه به این که ما شما مشترکات زیاد داریم، مثلا به طرف یک قبله نماز میخوانیم، هممون به قرآن اعتقاد داریم، به الله اعتقاد داریم، به رسول الله اعتقاد داریم. اهل بیت اگر شما دوست دارید پیروی میکنید، والله بالله تالله اهل سنت از شما بیشتر دوست دارن. ما اگر به اهل بیت پیامبر در نمازمون در تشهد درود نفرستیم، نمازمون درست نمیشه. ببینید ما مشترکات زیاد داریم. بله مشترکات زیاد داریم برادر عزیز. منتها اتحاد آقای انصاری. من فقط یک نکته رو، صحبت من، حرف من منعقد بشه، یک نکته مهمی رو میخواستم بگم، بعد شما صحبت کنید. به طور مثال الان ما این همه مشترکات داریم، بیایید رو همین مشترکاتمون ترکیز بکنیم، در کنار هم دیگه زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. اما وقتی که یک شیعه بلند میشه به عزت عایشه توهین میکنه، مثلا
دیدید که شما شاید کلیپاشون هم دیده باشید، شاید بگید اینا رو ما قبول نداریم. خب برعکس هم هست آقای بله. انصاری، وقتی که یه آدم افراطی وجود داره بله. کسی جبهه از اون نصر توی سوریه مثلا گفت من شیعه را گیرش بیارم جیگرش رو زنده در میارم قورت میدم. خب درست الان یک لحظه درست ببینید برادر عزیز، الان توهین و متهم کردن ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها این جزء اعتقادات شیعه است، در کتابهاشون وجود داره. تا مدتی که در کتاباتون وجود داره، در حسینیاتون نه در واجبات نگفتم، گفتم در کتابهاتون وجود داره. بدون دلیل کشیده پس نگه این خیلی چیزای مستحب هم هست اهل سنت، پس که مثلا واقعا قابل قبول نیست. ببین من در مورد واجبات و مستحبات صحبت نمی کنم. ببینید دوست عزیز، توهین یک لحظه اجازه بدید به من برادر عزیز، اجازه بدید. توهین به صحابه، توهین به امهات المؤمنین، هیچ کتابی از کتب معتبر شیعه نیست که در او وجود نداشته باشه. من حدود 20 سال هست که کتاب‌های شما رو مطالعه می‌کنم. با این وجود من میگم که مادامی که این در کتاب‌هاتون هست و شما در کوچه و خیابان نمیایید در مقابل اهل سنت اینا رو بیان بکنید، اوکی، من و شما میتوانیم زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. اما وقتی که من سنی، اول خودمو مثال میزنم که شما مثلا ناراحت نشید، وقتی که من سنی بیام علنا به توی شیعه توهین بکنم، اهانت بکنم و توی شیعه بیایی به معتقدات و مقدسات من سنی اهانت و توهین بکنید، در اون صورت وحدتی وجود نخواهد داشت، همزیستی مسالمت آمیزی هم وجود نخواهد داشت. سوریه رو مثال آوردید برادر عزیز، در سوریه شاید 5-6% شیعه اثناعشری باشه، حدود 15% تا 20% علوی باشه، بقیه عموما اکثریت اهل سنتن. آقای محترم، کی گفته بود که فاطمیون بره در سوریه؟ کی گفته بود زینبیون برن در سوریه؟ کی گفته بود سپاه پاسداران بره در سوریه؟ کی گفته بود در کنار رژیم بشار اسد وایستن اونجا اهل سنت رو قتل عام بکنن؟ شما وقتی به خانه نه شما مثال آوردید گفتی که جبهه النصره اومده بود گفت جگر شیعه رو میخورم. خب وقتی که رفته بودن، وقتی که شما بله وقتی که یک شیعه الان مثلا خدای نکرده یک کسی بیاد به خانه شما تجاوز بکنه، شما جگرش رو نمیخورید؟ شما اون رو نمیکشید؟ شما پدرش رو در نمیارید؟ یا میگید نه دست شما درد نکنه بفرمایید بیشتر انجام بدید؟ دوست عزیز این رو شما این کلمه ای که مثلا میگه جگر تو بخورم، خب جگر تو بعد برای کسایی گفته بود که داخل سوریه آمده بود، گفته بود من هر شیعه گیر میارم جگر شما خورم. خیلی ها تو مثلا خیلی ها تکفیر نه اونا رو من ملامت نمی کنم والله، اونا با وجود اینکه من مخالف این حرفا هستم، اما مردم سوریه رو ملامت نمی کنم. اونی که خواهرش و برادرش و همسرش رو بهش تجاوز کردن، کشتن، قتل عام کردن، اون جگرش چی که بابا همه وجودش رو بخوره براش کمه. این انتقام است، این دین نیست، این مذهب نیست، این انتقام است. هر کسی بالاش ظلم بشه هر چی که از دهنش بیاد میگه. نه تشکر از شما برادر عزیز. آقای انصاری حتی پیغمبران ما به اسیراش چیز کردن، خب رحم کردن. خب ما روش اسلامی باید باشه. کسی که توجیه کنیم که این کسی این کاری کرده ما اون کارو میکنیم، این توجیه درستی نیست آقای انصاری. نه این توجیه قرآنی است، این توجیه قرآنی است. ببین دینمون کامل ترین دینه، خب اگه هیچ وقت نمیتونیم چون که اون کار کرده پس کار ما توجیه داره. نه ببینید این توجیه قرآنی است، این توجیه قرآنی است برادر عزیز. من دلیل براتون میارم. من الان براتون یک دلیلی از قرآن بیارم. الله متعال یک آیه رو نازل کرده، خیلی آیه عجیبی است. گوش کنید چی میگه الله متعال. میگه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند دوست نداره که شما سخن ناروا بگید. درست؟
خدا دوست نداره که شما سخن ناروا بگید مگر کسی که بر او ظلم شده باشه. مثلا بدون هیچ دلیل من به شما فحش بدم، به شما رو لعن بکنم، خدای نکرده به شما توهین بکنم بدون دلیل، الله متعال منو بازخواست میکنه. اونجا برام مینویسه که تو به یک مسلمان توهین کردی، یا به حتی انسان، حتی مسلمان حتی انسان باشه. اما اگر به من ظلم کرده باشی، من هر چی بگم خداوند بازخواست نمیکنه، نمینویسه برای من. چرا؟ من ظلم دیدم. انسانی که بر او ظلم شده باشه، لعن بکنه، فحش بده، هر کاری بکنه، الله متعال بازخواستش نمیکنه مگر کسی که بر او ظلم و ستمی صورت نگرفته باشه، توهین و اهانت بکنه. این آیه ببینید یک چیزی رو به ما میگه که گاهی اوقات وقتی انسان مظلوم واقع بشه، هر چی از دهنش اومد میگه، نباید اون رو بازخواست بکنی. اونی که در سوریه خونش رو خراب کردید، زن و بچهش رو پیش چشمش کشتن، به نوامیسش تجاوز کردن، حالا اون میگه که مثلا من اگر شیعه رو پیدا کنم جیگرش رو میخورم. این یعنی خیلی طبیعی است. اما یک انسانی بشینه اینجا هیچ ظلم و ستمی بر او صورت نگرفته باشه، این حرف رو بزنه، بله حرفش غلط است، باطل است و نباید اینطوری بگه. تشکر از شما دوست عزیز. نه بذار آقای انصاری، خب بذارید دفاع کنم از خودم. حالا دفاع کنیم، بفرمایید دفاع کن. دفاع کن. اول که کردیم، من هیچ وقت نگفتم کسی تو ایران کسایی که رفتن جنگ کردن برای بشار اسد آدمای خوبی بودن. من همیشه حق دادم. مردم سوریه مال مردم سوریه است. کشور سوریه مال مردم. هر کیم که رفته اشتباه کرده. خودتونم از روز روشن‌تر میدونید که این چیزا سیاسته، کار به مذهب و شیعه نداره. فهمیدید؟ مال ایران، پشت ایران اینا بالاخره با هم کار سیاسته، کاری به شیعه و سنی نداره این کار. این خودتون اگه به من جواب بدین پیش دل خودتون میدونید که نه، من میدونم همونایی که بیچارهایی رو که فرستادن به نام فاطمیون امروز در به در و خاک به سر در ایران هستن. اونایی که مثلا اونجا کشته شدن امروز زن و بچه‌شون رو مگر ایران میپرسه که در چه وضعی زندگی میکنن؟ نه نیست. خب به خاطر سیاست بود آقای انصاری. پس نمیشه مذهب اینجا یک نفر یا دستبندی کردیم دو نفر بس شما همه الله گفتین این کارا کردین. من کی این کارا کردم آقای انصاری؟ مثال گفتم شما نوعی، یعنی خدای نکرده شما نه، شما نوعی یعنی مذهب شما، هم عقیده شما. نه هم عقیده من نمیدونم. خیلی تو حالا شما همه اهل سنت میگه همه براهن و همه نه من بارها گفتم که شاید یک شیعه موحد خوب، متقی، پرهیزگار از خیلی مدعیان تسننم بهتر باشه پیش الله متعال. بارها اینو گفتم. درسته، ولی خب حالا این همه توی شیعه تفرید هست، توی سنی تفرید هست. وقتی که اتحاد میکنین مثلا توی دنیا، اتحاد یه چیزیه که لازمه توی دنیا امروز آقای انصاری. نمیشه بدون بگیم که اتحاد لازم نیست. اتحاد وقتی اتحاد کنی باید با کسی اتحاد کنی که بیشترین مشترکات رو داری. پس اتحاد لازمه. نمیتونی بری با یه آدم گاوپرست اتحاد کنی. باید با یه آدم اتحاد کنی که مثلا یه کمترین مشترکات با تو داشته باشه. خب من اینو بیان کردم، گفتم الله متعال میاد یک مشترکی رو بیان میکنه، میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بیایید به همین قرآن چنگ بزنید و متفرق نشوید. بیایید اهل سنت و شیعه همه کتابامون رو میگذاریم کنار، فقط به قرآن چنگ میزنیم. من حاضرم. آیا شما حاضرید؟ من حاضرم. بسم الله. من و شما این پرچم رو بلند میکنیم که آقا به همه این کتاب ها رو بگذارید کنار، فقط به قرآن چنگ بزنیم. همه حالا شما کتابای شیعه رو گفتید، شما تو همین صحیح بخاری حدیثی ندارین که قبولش نداشته باشین؟ ما در کل کتب اهل سنت، من تحدی میکنم، چالنجم میدم، در کل کتب اهل سنت شما یک توهین به اهل بیت پیامبر، یک جای تکفیر شیعه، یک جای تکفیر شیعه، یک جای تکفیر شیعه بیارید نیست. اما در کتب شما توهین به صحابه، تکفیر اهل سنت، هیچ کتابی وجود نداره که درش نباشه. آقای انصاری، من که همه کتابای اهل شیعه اهل تشیع رو نخوندم که بتونم از این دفاع کنم. خب
ولی میدونم که توی کتاب اهل سنت همین صحیح بخاری من همه مناظره شما دیدم که شما چیزایی که حدیث های وجود داره که شما رد کردین، گفتین نه حدیث ضعیف قبول نداریم حدیث ها. خیلی دیدم. نه در بخاری ببینید، در بخاری صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت ها رو ما تقریبا همشو قبول داریم الا یک 10 تا یا 11 تا روایتی که روش حرف و حدیث هست که اونها علما بیان کردن. اما در بقیه کتب اهل سنت بله احادیث ضعیف رو ما جدا کردیم. حتی سلسله احادیث ضعیف کتابی داریم 10 جلد هست. یعنی علمای ما نشستن احادیث ضعیف رو جدا کردن، احادیث صحیح رو جدا کردن. ای کاش در مذهب شیعه هم همین کار صورت می گرفت، خیلی از مشکلات ما حل می شد. خب جدا کردم بالاخره از اول هم که میگی که نبود، حالا شاید چیز کردم. ما تنها بخاری و مسلم که نیست، ما کتابای زیادی داریم، ترمذی هست، نسائی است، ابن ماجه است. علما اومدن احادیث ضعیف رو جدا کردن. ای کاش چی هم این کار. مثلا من یک مثال به شما بدم، یک حدیثی که هر سنی آرزو میکنه ای کاش این حدیث صحیح بود. حدیثی داریم ما در کتبمون، این حدیث چی است؟ میگه اصحابی کالنجوم بأی منهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابه من مانند ستاره های آسمان هستند، به هر کدام از آنها اقتدا کردید شما راهیاب میشوید. این حدیث باب دل اهل سنت است، چون ما صحابه رو دوست داریم همونطوری که اهل بیت رو دوست داریم. اما علمای ما این حدیث رو بررسی کردن، گفتن این دروغی است که به پیغمبر بسته شده، همچین حدیثی نیست. ای کاش شیعه بیانم این کارو بکنم. ای کاش. تشکر از شما دوست عزیز. من دست شما را میفشارم، میگم هی کاش همه ما صادقانه در راه وحدت قدم بگذاریم و معیار وحدت رو کتاب الله قرار بدیم، همونطوری که الله متعال امر کرده. من اگه توی جمع 10 نفری باشم که لازم باشه با کسی وحدت کنم، فهمیدی؟ اگه 8 تا مثلا آدمی باشه بیدین باشه، سنی باشه، شیعه باشه، اول میرم با اون سنی وحدت میکنم اگه وحدتی لازم باشه، نه که برم با یک کسی که کوچکترین مشترکی نداشته باشم وحدت کنم. عقلی نمیگه. زنده باشید شما، زنده باشید. تشکر از شما دوست عزیز. خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. جناب استاد محترم بسیار زیاد ببخشید که ما زیاد زنگ زدم، منتهای برادر شما اینقدر ناز داریم که از رو حد اندازه بالا هم وقت دادیم هم ناز دادیم. ما خدمت برادر یک عرض دارم و اویی که اینا همین میگن که سر شبکه ها سر مسائل دیگه اعتراض کرد. در حقیقت من برای برادر بگم که شما از این شبکه ها، از پیامایی که از طرف این اهل سنت اهل توحید پیش میره و برای شما بیان میکنه، شما بسیار زیاد مشکور و تشکرگزار باشید از این مردم. با دلیل از اینکه شما در کتابایتان حضرت علی کرم الله وجهه شما میگید که یک کسی بود که وقتی که حضرت عمر رضی الله آمد و خانه وقتی که زنش میکشت فرار کرد، یک آدم نعوذ بالله یک آدم بغیرت میخواد که حضرت علی کرم الله وجهه را ثابت کنه. اهل سنت میگه که نیست دروغ است. حضرت علی کرم الله وجهه یک شخص با عزت و با غرور و با غیرت است. یا غیرت از این اهل سنت میخواد ثابت بکنه، شما برعکس میخواید که اون به غیرت بسازید. در طرف دیگه شما همین در کتابایتان پر است که یکی از صحابه حضرت علی کرم الله وجهه رو میگه که در بازار صحابه رو میبینن که مثلا صحابه شما در کجا هستید؟ فکر میکنم صحابه با تخلصش که سلمان فارس است. سلمان فارس میگه که شما کجا هستید که فاطمه عاشق و شرقی دیدار تو است. این گفایی است که در کتاب های از این است و اهل سنت میگه که این گفت دروغ است. این تهمت به فاطمه است و خاندان پیغمبر است. پس در اینجا اهل بیت ما دفاع میکنیم
بسپاریم یا شما؟ اینو میخواستم به برادر عرض بکنم. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالب ستان کن. تشکر از برادر عزیز. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. الو. بله بفرمایید. سلام، من اسمم عبدالله است از سیردام تماس شدم. عبدالله جان خوش آمدید بفرمایید. یک موضوع مسافر هستم، یک 2 سال 3 سال میشه. باز از فامیل و اشتکا دور بودم از زن. من گفتم اگه اینجا آدم بیشنه سیغه کنه برای اهل سنه خوب است شما شیعه شدید که میخواید صیغه بکنید؟ نه خب برای من خودم شخصا زیاد مهم نیست که سنی هستی شیعه هستی. درست. شرایط ما رو دیده. باز گفتم برای من خیلی مشکل است 2 سال 3 سال مسافر باشید دور باشید. عبدالله جان یک سوال از شما بپرسم. بله بفرمایید. ناراحت که نمیشید؟ نه آیا دوست دارید کسی با یکی از محارم شما صیغه بکنه ازدواج نکنه؟ صیغه اگر چی برابر ما خودم تصمیم نمیگیره، او تصمیم زن است که میگیره. درست. یعنی ببینید اگر یک دو بزرگ یک بچه و دختر راضی شوند که مثلا به یک مدت کوتاه نکاح کنم به خاطر از اینکه مثلا معاملات مشروع نداشته باشه، به نظرم اشکالی که نداره. من خودم سنی هستم. خب همه چیز شهر که صیغه میگن به یک وقت مدت کم مثلا به خاطر که مسافر هستی برات مشکل است، یعنی کار آرام نشست پیشت بری صیغه کنی، یعنی نکاح برای کم وقت بزنی بسته کنی. خب امی فرق بین صیغه و زنا چی است؟ خب صیغه و نکاح، صیغه کس میگه نکاح بسته میشه، اما نکاح صیغه بسته یعنی همین که یک 4 کلمه ای که گفته بشه یعنی خلاص ازدواج یعنی امین. خب او یک مسئله دائمی است. الله متعال در قرآن کریم از ازدواج به عنوان میثاق غلیظ، پیمانی محکم و استوار، و در جای دیگر در قرآن کریم در مورد ازدواج الله متعال میگه که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. میگه از شما از جنس خودتان برای شما همسرانی را الله متعال آفرید تا شما در کنار آنها آرام بگیرید و بین شما پیوند مودت یعنی عشق، محبت و صفا و صمیمیت ایجاد کرد و رحمت الله هم بر شما نازل میگردد. همین وصف ازدواجی که در قرآن بیان شده است آیا در صیغه هست؟ نیست. امروز شما مثلا با یک دختری صیغه میکنید، مثلا در آلمان هستید، یک ماه صیغه میکنید، بعد از یک ماه خسته میشید، در مقابل مثلا $500 یا $100 یا $1000 یک ماه صیغه کردید، بعد از اون رو رها میکنید. شما که رها کردید این دختر میرود با یک کسی دیگه صیغه میکند، یک ماه در صیغه او میباشد، بعد از اون میرد او رو رها میکند با یک کسی دیگر صیغه میکند. آیا ما همین کار را برای خواهران خودمان میپسندیم؟ والله که من که نمیپسندم که خواهرم همچین یک کاری بکند. پس چطور با بعض مسائل نمیشه مثال بدیم، مثلا مجبوریت است، یعنی آدم شهوت زور کنه، تو چی باید کار کنی؟ از خانم دور هستی، مسافر هستی، غیر از اینکه کار آرام کنی زنا کنی یکی. صیغه زنا هست. صیغه زنا هست برادر عزیز، صیغه زنا هست. صیغه زنا هست، فقط یک رنگ شرعی بهش دادن. زوجتک نفسی علی مهر معلوم و فی مدت معلوم. این یک حرف الکی است که آخوندا درست کردن که شما بگید خلاص این زن برای تو حلال می شود. حلال نمی شود. صیغه کردن شما ما که یک شرایط خیلی سخت دارم، مثلا 2 سال 3 سال نمیتونم برگردم افغانستان، در اینجا هستم، سر ما خیلی فشار زیاد ذهنی میاد که بعض وقت فکر میکنم شاید میرم اعصاب خود از بتونم یه حالت ذهنی مازی بدتر. می توانید ازدواج رسمی صحیح درست بکنید. یعنی شرط نیست که حتما بروید در افغانستان ازدواج بکنید. در هر کشوری که زندگی بکنید باور کنید 10 دختر افغان هست که
با عفت، پاکدامن، حاضر است که یک عمر با شما زندگی بکند. ما اگر بگردیم، باور کنید من کسی رو میشناسم که از همین جایی که من زندگی میکنم رفت آلمان، 2 ماه بعد با یک دختری ازدواج کرد، با یک دختر مطلقه ازدواج کرد، یک فرزندم داشت. اون دختر از این شخص سنش هم بالاتر بود، رفت با او ازدواج کرد و امروز خوش و خوشحال بهترین زندگی رو دارد، هیچ مشکلی ندارد. ما اگر بخوایم دنبال حلال بگردیم، دنبال زندگی بگردیم، پیدا میشد برادر عزیز. ثانیاً رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میکنن یا معشر الشباب فمن استطاع منکم الباء فلیتزوج. ای جوانها، کسی که از شما استطاعتش رو داره ازدواج بکنه و کسی که استطاعتش نداره روزه بگیره. یکی از راه حل کنترل شهوت روزه گرفتن است. راه دیگرش چی است؟ که از مظاهر شهوت، از چیزایی که شهوت انسان رو تحریک میکنه دور باشید. از دیدن فیلم ها، سریال ها، گشت و گذار در پارک ها و اماکنی که زنهای به اصطلاح متبرج در اونجا هست دوری بکنید. پس شرایط ما درست نفهمیدم. من خودم عروسی کردیم و در یک جای در یک زمان در کار بار گیر آمدیم که گفتم مثلا در افغانستان میگه مولای اهل سنت که 6 ماه بعد باید برگردی پیش خانمت، اما از ما نمیشه. من خیلی جای دور هستم، کارم برای من وقت پیدا نمیشه که من برم افغانستان پس باز بیام. یا شرایط میداره سخت است، اینجا باید یا عروسی دوم بگیرم، بورم اجازهش ندارم دیگه، برای من خیلی سخت است دیگه. چرا عروسی دوم اجازهش رو ندارید؟ کی اجازه نمیده به شما؟ فامیل افغانستان ما اجازهش نمیده. میگه عروسی دیگه شما مرد هستید، اجازه تان دست خودتان است، میتوانید که زن دوم بگیرید و این یکی از مواردی است که الله سبحانه و تعالی اجازه داده. مادامی که یک مرد شهوتش به اندازه‌ای هست که نمیتواند خودش رو کنترل بکند، الله متعال اجازه داده زن دوم بگیره، زن دوم بگیرید. برای وقت مدت کم هم دیگه نمیشه که مثلا ازدواج کنیم. به این مقصد نه نکاح به خاطر دائمی است، اما به این در دلت نباشه اما عروسی کنی بعد از او به طریقه اسلامی طلاقش بدی مثلا. به این از اول خاطر از عروسی نکرده باشی که مدت کم. نه، اگر که به نیت طلاق ازدواج بکنید، نه اون درست نیست، این خیانت است. شما با یک زن فریب بدید، بگید که من با تو ازدواج میکنم اما در دلتان نیت طلاق باشد، این درست نیست، این فریبکاری است. نه مثلا تا وقتی که کار میکنه کار کنه، تا وقتی که مثلا مشکلی پیش نامده کدش گزاره کنید. خب بعد از اون اگه مشکل پیش آمده از افغانستان یا از اینجا شرایط برابر نمیشه، مثلا بگوی از اول در نیت نباشه. اما در نیتت نباشه فردا مشکلی پیش آمد، الله متعال میگه امساکم بالمعروف و تسریح به احسان، یا مثل آدم زن بگیرید یا مثل آدم رها بکنید. تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشید. خداحافظ. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. به انصاری وصل کنید لطفا. صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید خواهر گرامی. شما رو به خدا یه حرفی دارم. بفرمایید. تماس ایشون قطع شد متاسفانه. دوستان اشاره میکنم وقتی برنامه به پایان رسیده، تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با آن رویسه که در خدمت شما ایزان خواهیم بود. همه تان به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح